خیلی خوب، جلسه ششم از AWS Associate Architect. امیدوارم که خوش بهتون گذشته باشه و یه 2 هفته ما نبودیم. امیدوارم خوب تمرین کرده باشید. ویدیوی جلسه قبل یه مقدار مشکل صدا داشت. امیدوارم که به بزرگی خودتون ببخشید. امروز دیگه احتمالاً سعی می‌کنیم بهتر باشه. تا این کار ما در مورد سرویس‌های اساسی صحبت کردیم. سرویس EC2 رو توضیح دادیم، سرویس IAM Identity Access Management رو توضیح دادیم. از امروز میریم سراغ استوریج. در مورد استوریج صحبت می‌کنیم. سرویس استوریج سرویس خیلی خیلی مهمه که شاید حتی بیشتر از EC2 پر کاربرد باشه و بیشتر باش درگیر باشید، مخصوصا کسایی که روی کلاود کار میکنن. بریم شروع بکنیم. در مورد چه خیلی سرویس جذابیه. عرض به خدمتتون که همه چیزی که ما داریم هست Elastic Block Store یا در اصطلاحش میگن EBS. شکلش جوریه. توی AWS معمولا یه رنگ خاصی رو انتخاب میکنه برای آبجکتاش. مثلا آبجکتای استوریج به رنگ سبزه. یعنی هر کجا سبز دیدید میتونید بفهمید یکی از محصولات استوریجی هست. خب داستان از کجا شروع میشه؟ داستان از اینجا شروع میشه که ما همتون احتمالا دیسکی دارید، یه دیسک اکسترنالی دارید، یه سری دیتا توش دارید و از قبل هم حالا این مرسوم بوده، الان هم مرسوم هست. حالا کسایی هستن که یه دیسک استوریج دارن، حالا ما بهش میگیم استوریج، هارد درایو یا هر چیزی که هست و دیتامون رو داخل اون میذاریم. اما چه مسئله و مشکلی داره؟ مسئله و مشکلش اینه که اگر دیسک و استوریج شما ناگهان از بین بره یا بیفته، مثلا آبروش بریزه یا هر مشکلی براش پیش بیاد، دیگه دسترسی به اطلاعات ندارید. حالا بسته به این که سایزش چقدر و پرفورمنسش چجوریه و اینا، قیمتاش یعنی خیلی متفاوته. اما ما همین کانسپت رو توی AWS داریم. یعنی توی AWS شما وقتی به عنوان EBS، یعنی از EBS صحبت میکنیم، منظورمون اینه که یه دونه استوریج داریم مثل یه هارد درایو که اینو میتونیم وصلش کنیم به سیستم یا EC2 اینستنس. خب این EBS خیلی اسکیلبله، پرفورمنسش خیلی بالاست و برای EC2 طراحی شده. یعنی معمولا این EBS برای EC2 و میتونیم که اتچ بکنیم به EC2 و اینستنس های مختلف، همونجوری که توی شکل میبینید. یعنی شکلش اینجا مشخصه. یه کار جالبی که میتونید بکنید اینه که ازش میتونید به عنوان نتورک استوریج استفاده بکنید. ما یه واژه‌ای داریم برای به عنوان NAS یا همون نتورک اتچ استوریج که اصلا کانسپتش همینه. شما یه سری دیوایس‌های بزرگ NAS رو میارید، کانفیگورش میکنید، وصلش میکنید به شبکه‌تون و ماشین‌های شبکه از اون استفاده میکنید. اینجا هم تقریبا کانسپت همونه و شما دارید از NAS استفاده میکنید. اینجوری فرض بکنید که
یه شبکه بزرگی از دیسک دارید، هارد درایو دارید و دیسک و هارد درایو رو اتچ میکنید به اینستنساتون، به اینستنساتون وصل میشه. نکته‌ای که باید در نظر بگیرید اینه که این EC یعنی EBS همیشه توی یه دونه availability زونه، یعنی زون بیسه. الان توی شکلی که شما ببینید EBS هایی که شما توی ایستوان دارید یا USA ایستوان دارید میتونید اتچ بکنید که ماشین هایی که تو اون زونه و قابلیت این که بخواید اتچ بکنید توی زون های دیگر رو نداره. البته حالا یه روش هایی هست توی ورژن های جدید، ولی حالا شما فرض بکنید که اگر فرض بکنید یه EBS رو شما توی زون ایست 1A در نظر گرفتید، به یه ماشینی میتونید وصل بکنید که توی همون زون باشه، به یه ماشین دیگه توی یه زون دیگه نمیتونید وصل بکنید. ما حالا یه واژه‌ای داریم به اسم Cross Availability Zone که در موردش توضیح میدم که چجوری میتونید بین زون ها با EBS مون رو وصل کنید. خب اینجا توضیح دادم که هر EBSی میتونه به یه دونه اینستنس وصل بشه و هر اینستنسی میتونه به مولتیپل EBS وصل بشه. یعنی الان شما یه اینستنس دارید، میتونید چند تا EBS مختلف داشته باشید که چند تا EBS مختلف رو به یه دونه اینستنس وصل بکنید. مثلا فرض بکنید یه هارد 1 باشه، یه هارد 2 باشه، محدودیتی توش وجود نداره در مورد وصل EBS به اینستنساتون هیچ محدودیتی وجود نداره. خب این از این تا اینجا این در مورد EBS. بخوام صحبت بکنیم اینجا شما نیاز دارید که برید توی EBS هاتون. البته EBS رو اینجا نشون نمیده، EBS رو توی EC2 نشون میده. وقتی که شما EC2 شما قسمتی از یعنی مربوط به EC2 اینجا Elastic Block Store والیوم رو نشون میده که اگر شما الان اینجا ماشین داشته باشید به شما نشون خواهد. ببینید من اینجا هیچ EBSی ندارم و حالا با هم دیگه درست میکنیم. خب پس این سرویس EBS رو شما توی EC2 میتونید ببینید، جدا نیست ولی به عنوان یه سرویس استوریج هست. این از این. کسی سوال نداره؟ خب سوال نداره. در قسمت بعدی ما یه واژه‌ای داریم به اسم اسنپ شات که اینجا هم شما می‌بینید اسنپ شات هست. بذارید من اینو بیارم اینور. اوکی. فکر کنم عکسش رو اشتباه گذاشتم، مثلا این عکس اسنپ شات نیست، یه عکس دیگه است. چرا این عکس رو گذاشتم نمیدونم. اوکی. خب اصولا اسنپ شات چیه؟ چجوریه؟ اگر با سرویس های مثل VMware کار کرده باشید، جا یه اسنپ شات هست و کارش اینه که از وضعیت کنونی شما یه اسنپ شات میگیره که شما هر موقع خواستید میتونید برگردونید به وضعیت قبل. کجا کاربرد داره؟ اینجوری که مثلا شما پروداکشن دارید و میخواید که یه محصولی رو تست بکنید، ازش میاد یه اسنپ شات میگیرید
وقتی اسنپ شات گرفتید محصول رو نصب میکنید. حالا ممکنه یه مشکلی پیش بیاد، مسئله پیش بیاد، خیلی سریع میتونید برش گردونید به وضعیت قبلی، وضعیتی قبل از اینکه اون صداتون رو نداریم آقا هومن. تلگرام به مشکل تشریف دارید آقا هومن؟ صدای من میاد الان؟ بله الان صداتون رو داریم. زحمت میکشید دوباره اسکرین رو شیر کنید. بله بله بله. با چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ به خدا من دیگه مشکل اینترنت من نبود اینجا. خب صبر کنید. خب اوکی. پس من دوباره میگم، گفتم که فرضاً شما اگر که یه دونه VMware داشتی توی سیستم‌های قدیمی، روی پروداکشن یه محصولی رو می‌خواستی تست بکنی، کاری که می‌کردی این بود که ازش یه اسنپ شات می‌گرفتی، اون محصول رو تست می‌کردی، حالا وسط کاری اون محصول خوب جواب نمیداد، یه مشکلی داشت، برمیگردوندی به همون حالت قبل. اسنپ شات بکاپ نیست، چون اینو خیلی با بکاپ اشتباه می‌گیرن، فکر می‌کنن که بکاپه، ولی بکاپ سیستم خودشو داره، اصلا داستانش فرق میکنه. بنابراین فرض نکنید که اسنپ شات بکاپ. اسنپ شات یه سولوشن موقته برای اینکه شما خیلی راحت بتونید ازش استفاده بکنید. حالا ما EBS ها رو میتونیم ازش اسنپ شات بگیریم و طریقی که ازش اسنپ شات میگیره اینه که شما یه اسنپ شات میگیرید و اون رو میذارید داخل استری. استری چیه؟ جلوتر بهش میرسیم. استری سرویس استوریج AWS خیلی هم محبوبه، مثل وان درایو گوگل یا گوگل درایو بهش فکر بکنید. گوگل درایو رو دارید شما همه چیز توش میذارید. استری هم یه همچین سرویسیه برای آمازون و شما تمام فایل ها و فولدر ها بهش میگن آبجکت استوریج که حالا جلوتر بهش میرسیم. پس کاری که میکنید شما اگه خواستید اسنپ شات بگیرید، یه اسنپ شات میگیرید، اسنپ شات رو تو میذارید روی یه فضایی، اون فضا استری، اسمش استریه و حالا طریقه گرفتنش هم بسیار راحته. حالا یادتون هست گفتم که بین زون ها شما نمیتونید EBS داشته باشید، ولی کاری که میتونید بکنید اینه که وقتی که ازش اسنپ شات بگیرید، اون وقت میتونید برید توی یه زون دیگه اون اسنپ شاتتون رو بیارید بالا. مثلا من توی زون فرض بکنید US East هستم، حالا میخوام برم توی ES2 یه ماشین دارم. اگر خواستید که ماشینتون رو توی US East 2 بیارید بالا، مستقیم میتونید دست بکنید، باید ازش یه اسنپ شات بگیرید، بعد اون اسنپ شات رو میتونید برید توی زون بعدی بهش متصل بکنید. یا مثالی که اینجا زده، شما ممکنه که 2 تا اکانت داشته باشید توی AWS. مثلا من یه اکانت داشته باشم، یه مشتری هم داشته باشم، مثلا یه اکانت دیگه داشته باشه، اون اسنپ شات رو توی اکانت ها میتونم بیارم بالا. نیاز نیست که من حتما تمام دیتا رو برم کپی بکنم یا برسونم به دست مشتری. نه، شما یه اسنپ شات رو میذاری توی AWS توی S3 و بعد میتونی که کپی بکنی اون رو توی
باکت مشتری مثلا و بعد اونجا میتونی ماشین مشتری رو بهش وصل بکنی. کانسپتش رو می‌بینید دقیقا مثل همون هارد درایوه، مثل همون هارد درایوی که شما پورتال دارید و میتونید تغییر بدید و جابجاش بکنید. خب اینجا هم داره همون بین ریجن ها رو توضیح میده. میگه که اگر شما توی یو اس ایست داشته باشید یه ماشینی رو و دیتا رو بخواید اسنپشات بگیرید، اسنپشات میگیرید میذاریدش روی استری، بعد کپی برای استورش که میکنید میارید توی ریجن دیگه، میتونید اطلاعات و دیتاتون رو بیارید بالا. خیلی راحت. یعنی دقیقاً کانسپت همون هارد درایوه که شما میتونید همه جا انتقال بدید و ازش استفاده بکنید. اوکی؟ خب اینم از این. خب بریم من اول یه دونه اینجا بهتون نشون بدم که چیکار باید بکنید. شما وقتی که یه دونه اینستنس درست میکنید، اگرتون باشه یه دوره هم بشه، حالا با هم دیگه من یه دونه ماشین درست میکنم، مثلا مثلش رو بذارم EC2. حالا من اینجا میگم ماشین، منظورم EC2 دیگه. به صورت دیفالت باشه، فقط اینجا کیش رو میذارم AWS class، بقیه چیزاشو میذارم باشه اینجا. این استوریجی که هست که اینی که شما اینجا میبینید، این همون که 8 گیگه، یعنی ما الان یه استوریج 8 گیگ داریم، همون EBS، همون EBSی که ما داریم و من میذارم همون 8 گیگ باشه. حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. لانچش میکنم. بذار این لانچ بشه. خب تا لانچ میشه. خب الان من اگر برم توی اینجا که خب داره لانچ میشه، الان من برم توی والیوما، هنوز لانچ نشده، یه والیوم برای من درست شد. ببینید این والیوم همون 8 گیگیه که برای EC2 درست شده و بهشم وصله. خدمتتون عرض بکنم که الان من یه والیوم دارم، میتونم جدا والیوم درست بکنم. بله یه والیوم میتونم جدا درست بکنم، بعدا ماشین که درست کردم میتونم بهش وصل بکنم، مثلا این کارم میتونم بکنم، یعنی قابلیت هم داره. بله خب حالا میذارم اینجا، بذار یه اسم برش بذارم، مثلا میذارم که EBS1. خب که بدونم شد EBS1. خب این از حالا میخوام که از این یه اسنپ شات بگیرم. ببینید خیلی راحت اگر بخوام از این اولا که خیلی راحت شما میتونید که سایز این رو عوض بکنید. یعنی اگر بیاید اینجا با چند تا کلیک میتونید سایزش رو بکنید مثلا 15. 8 گیگ بود کردمش 15. ببین خیلی راحت. اصلا هر موقع من حجم کم آوردم 15 تا. مثل اینه که شما هارد درایوتون رو الان حجم کم آوردی، شما تو محیط واقعی هیچ وقت همچین کار نمیتونی بکنی به راحتی. یعنی هارد دیسک که باید پر بشه دیگه پر شده. بعد دیدی زیر یه دقیقه من با یه چند تا کلیک افزایش دادم، حجمشو زیاد کردم. پس خیلی مهمه. حالا میام اینجا و
اینجا چیکار میتونم بکنم؟ میتونم ازش اسنپ شات بگیرم. اسنپ شات میگم. ها یه دیسکریپشن براش میذارم، مثلا میگم که اسنپ شات 1. تگ میتونم براش بذارم. حالا بذاریم که created by AWS class هم که ما همشه اشتباه بنویسیم. خب اسنپ شات من کرییت شد. خب این هم اسنپ شات درست شد. حالا ما می‌نویسم تا اسنپ شات من کامل بشه. بعد بهتون بگم چی کار می‌خوایم بکنیم. خب از یکم طول میکشه. اوکی این از این اسنپ شات رو هم گرفتیم. خب بعد اگر خواستم مثلا یه ماشین دیگه توی فرض بکنیم که یه زونه دیگه درست بکنم، این اسنپ شات رو میتونم بهش وصل بکنم. هر دیتایی که توی این باشه منتقل میشه تو هم. خیلی راحت. حالا جلوتر بریم چون استری رو نگفتم. حالا بذارید تا استری رو بگم، بعدا در مورد صحبت میکنم. ولی این هم فکر کنم آقایش درست نیست. بذارید سرچ بکنم ایرانم کردم. اسنپ شات لوگو اشکال نداره. خب این تایپ پس اسنپ شات هم یاد گرفتیم. حالا تایپ های مختلفی داره. این تایپ هاش هم خیلی جالبه ببینید. وقتی شما بی هارد میخرید، ببخشید من یه لحظه خب وقتی شما میری هارد میخری، یا چون از قدیما مثلا میرفتیم هارد میخریدیم، ما هاردای مغناطیسی داشتیم که اینجا بود و هاردای جدید که الان همه داریم بهش میگن SSD. الان تقریبا همه هاردای SSD دیگه، هارد مغناطیسی دیگه معمولا نیست یا اگر باشه خیلی کمه. و اینا مثلا دور 7500 داشت، دور 15000 داشت. از این مثلا دور 15000 تاش گرونتر بود. الان خب SSD دیگه دور بازاره و جدیدتر از اون NVMeه. هاردای NVMeه که خیلی دیگه اونا در حقیقت گرونتره، ولی SSD الان دور بازاره، خیلی هم سریع‌تره. خب توی هارد چیزایی برای ما مهمه. یکی آیوپسه که همون اینپوت آوتپوت پر سکند آپشنشه و یکی تروپوته. تروپوت رو معمولا به مگابایت میگن و این رو با آیوپس نشون میدن که حالا ببینیم چجوریه. خب آیوپس چیه؟ آیوپس تعداد رایت و ریدی هست که شما در ثانیه میتونی انجام بدی. پس هرچی که آیوپس شما بالاتر باشه روی دیسکی، یعنی که سریعتر میتونی بنویسی یا سریعتر میتونی بخونی. خیلی نکته مهمه. تروپوت چیه؟ تروپوت اندازه رید و رایت بیتسه، یعنی چقدر میتونه بیتس رو بخونه.
هر چقدر بیتس بیشتری، حجم بیشتری رو در ثانیه بتونه بخونه یا بتونه رایت بکنه، پس معلومه تروپوتش بالاتره. خب پس این خیلی مهمه. خب حالا EBS که همون هارد ما هست، همون هارد اکسترنال ما هست به نوعی، ما دو جور هارد داریم. یکی در حقیقت بهش میگن HDD و یکی بهش میگن SSD، همون یعنی دو نوع اینجا داریم. SSD های ما به دو مدل تقسیم میشن، یکی General SSD یکیش Provisioned SSD که این General Purpose SSD ارزون ترین نوعیه که ما داریم استفاده میکنیم برای جایی که سایزشون کوچیکه، small size هست. و اگه یکم پرفورمنس بهتری خواستی اون وقت از Provisioned SSD استفاده میکنیم. پس ما یه جنرال داریم و یه دونه Provisioned SSD که اینا آیوپسشون بالاتره، قیمتشون هم به مراتب حتما بالاتر هست 100%. خب توی هارد درایو که مدل قدیمیه جا دو مدل داره، مدل تروپوت اپتیمایزه، یه مدل کولد والیومه که اینا اولا از رده خارجه، خیلی قیمتش ارزونتره. خود AWS هم دیگه اصلا معمولا ازشون استفاده نمیکنه، یعنی استفاده نمیشه. حالا توی جنرال، اینجا توی جنرال ما بذار اینجا ببینم که جنرال GPC GP3 offers SSD performance. خب ما یه GP2 داریم و یه دونه GP3، اینا جنراله. پس جنرال خودش تبدیل میشه به GP3 و GP2. خب GP3 پرفورمنسش خب آیوپسی که ببینید خیلی کمتره، قیمتش هم 20% کمتر از GP2، ولی GP2 ببینید که شما آیوپس بالایی دارید تا 16,000 تا آیوپس دارید و تروپوتش هم البته برعکس جواب بشه، من فکرم جابجا نوشتم، ولی GP3 جدیدتره، بیسلاینش این باید 30,000 تا باشه، فکر کنم اشتباه نوشتم 3,000 تا، آیاتر این باید 30,000 تا باشه. این ماکسیمومش 16,000 تاست، این آیوپسش 30,000 تاست فکر میکنم. و GP3 ارزون تره، GP3 جدیدتره، قیمتش هم پایین تره، یعنی به صرف اینه که شما از این استفاده بکنید. حالا GP2 یه مقدار قیمتش بیشتره، هرچی که قدیمی تر باشه بعضی وقتا قیمتش بیشتره معمولا، چون صرف نمیکنه براشون استفاده بکنن، نه اینکه چیز صرف نمیکنه از قطعات قدیمی استفاده بکنن، قیمتش ارزون تره. برای همین مشتریاشون رو سوق میدن که مدل جدید استفاده بکنن. خب حالا بعد توی پروویژن آیوپس خب آیو1 داریم، آیو2 داریم و بلاک اکسپرس داریم. اینجا یه واژه‌ای هست به اسم durability. durability یعنی این که احتمال خرابیش چقدره، چقدر ممکنه خراب بشه، فایل‌های شما لاست بشه. هر چقدر این عدد بالاتر باشه احتمال خراب شدن فایل‌های شما کمتره. مثل اینه که مثلا من این هارد درایوی که دارم، این هارد درایو من چقدر احتمال داره که خراب بشه، بعد سکتور بگیره، بشکنه، از اینجور چیزا. الان توی آیو1 میبینید که تقریبا
دیورابیلیتیش کمتره، IO2 و IO2 بلاک اکسپرس بیشتره به سرمه. اینجا در مورد یوز کیسش توضیح دادیم و اینجا آیوپسش، ببین آیوپسش اصلا خیلی بالاتره، مثلا این 64,000 تاست، این 256,000 تاست، خیلی بالاتره. و اینجا تروپوتش رو توضیح دادیم که تروپوت این خب مسلما خیلی بالاتره، قیمت این هم مسلما خیلی بالاتر است. خب پس این 2 مدل داشت، این 3 مدل داشت برای مصارفی که خیلی شما حساسید، مثلا دیتابیس، مثل اپلیکیشن هایی که خیلی باید سریع واکنش بدن، حتما باید از این مدل استفاده بکنید. حالا مدل قدیمی هم اصلا ببینید قابل مقایسه نیست، مثلا آیوپس یا تروپوتش اصلا قابل استفاده نیست که مثلا شما بخواید استفاده بکنید. دلیل اینجا هم که از بیگ دیتا و ورهاوس استفاده میشه به خاطر اینکه اسمش روشه، بیگ دیتا، دیتای خیلی زیادی داره، صرف نمیکنه که شما از موارد خیلی سریع استفاده بکنید، ضمن اینکه اینجا سرعت خیلی مهم نیست، اندازه دیتا خیلی مهمه، یعنی شما میخواید که دیتای زیادی رو داشته باشید. حالا اینجا چند تا سوال، یعنی در حقیقت سمپل کوئسچنه. مثلا یه دونه ویدیو کورپوریشن هست که ای کامرسه، یعنی بیزنسش ای کامرسه و میخواید که ریسپانسیبل داشته باشید برای پرفورمنس اپتیمایزیشن. خب اینجا گفته کریتیکال دیتابیس دارن که خیلی کانکشن رو باید دریافت بکنن و اینا میخواین که افزایش بدن رم و سی پی یو رو، ولی هنوز سرعت پایینه، یعنی با اینکه سی پی یو تو رمتون بالاست، خب هنوز سرعت اپلیکیشن تو پایینه. خب اینجا دیگه مشخصه دیگه از مواردی که هست شما کدوم رو باید استفاده بکنید. قطعا باید از پراویژن آیوپس استفاده بکنید، چون اینجا برای ما دیتابیس خیلی حساسه، کانکشن زیادی داره و خیلی باید سریع باشه. پس پراویژن آیوپس که اون حالا مثلا درباره سوالای امتحانیه که سوالای AWS اینجوریه اگه بخواد شما استفاده بکنید. خب حالا برگردیم اینجا توی والیوم. الان اینجا اگر من این رو انتخاب بکنم، بذار ببینم این ریفرش بزنم روش ببینم چه اتفاقی افتاد. خب الان مدلی که اینجا داره که اسنپ شات من والیوم، مدلی که اینجا داره میبینی جی پی 3 یعنی به صورت خودکار خودش چی میشه عوضش کرد، فکر کنم بشه. بذار ببینم. آره مثلا من میتونم جی پی توش بکنم، آیوپس یکش بکنم، آیوپس دوش بکنم و مگنتیکش بکنم که مگنتیک فقط یه دونه استاندارد داره دیگه، اون مدل قبلیش رو دیگه اصلا نداره. آیوپسش رو اینجا میتونم تغییر بدم دستی، تروپوتش هم میتونم تغییر بدم، به ازای هر کدوم از اینا من شارژ میشم. شما میتونید آیوپسش رو عوض بکنی، تروپوتش رو عوض بکنی یا تایپش رو عوض بکنی. باز تاکید میکنم ببینید همه این آپشنایی که الان شما دارید توی دیسک معمولی نمیتونید این کار رو انجام بدید. دیسک معمولی وقتی شما میخری آیوپست همونی هست که هست، اگه خواستی آیوپست رو عوض بکنی باید بری پول بدی یکی دیگه بخری. تروپوت رو بخوای بری عوض بکنی باید بری یکی دیگه بخری. پس ببینید چه آپشنای خاصی به شما میده با چند تا کلیک که زندگی شما چقدر راحت میشه واقعا. خب بذار مثلا من اینو جی پی توش بکنم، مودیفایش بکنم، ببین شد جی پی تو، خیلی راحت. الان مدل
دیسک من تغییر پیدا کرد شد جی پی. خب سوال تا اینجا بچه ها؟ سوال نداریم. بعد از این یعنی EBS رو که تعریف کردیم چرا یه دفعه پریدم اینجا یا نگفتم دیلیت. اوکی خب اینو توضیح دادم ولی قبلش رو توضیح بدم. داستان اینه که شما وقتی که EC2 دارید و از EC2 استفاده میکنید یعنی از همون سرور استفاده میکنید چه اتفاقی میفته؟ اتفاق سروری اینه که اگر ماشینتون رو شما دیلیت بکنید دیتایی که روی EBS شما هست هم دیلیت میشه چون این دوتا به هم وصله. خب و اگر ماشینتون رو خاموش بکنید دیلیت نه خاموش بکنید شما بابت EC2 شارژ نمیشید ولی بابت EBS شارژ میشید. پس اگر خواستید که یه مقدار کمتر بکنید کاست EBS EC2 رو اینو خاموش میکنن و اندازه EBS شارژ میشن. این نکتهشه. حالا یه آپشنی هست که شما میتونید اینو بذارید که اگر ماشینم دیلیت شد EBS من دیلیت نشه. شاید EBS هم رو نیاز داشته باشم به عنوان یه هارد درایو بخوام وصل کنم به یه ماشین دیگه یا یه جای دیگه ازش استفاده بکنم. خب حالا بریم ببینیم که این فکر نکنم توی این ماشین بشه ولی احتمالا چرا شاید بشه. بذاریم چجوریه. من این تیکو انتخاب نکردم ولی بذاریم بریم که تو استوریجش بذاریم توی اینستنس ستینگش ببینیم میشه. میشه. فکر کنم باید که ماشین رو خاموش کنم ولی شات ریکاوری در اینجا به من اجازه نمیده. اوکی ستینگ Termination protection چیه؟ این اون آپشن نیست. خب حالا اشکال نداره. من وقتی که اینجا درست میکنم حالا بهتون نشون بدم اینجا وقتی که ماشین رو درست میکنید اینجا یه ادوانس دیتیل داره. اینجا خودش یه ادوانس داره. توی ادوانس دیتیل یا این که ریست کجا بود؟ یه جای اینجا بود یواش عوض میشه. اضافه کنم اینجا بود اصلا خودش بود کنم اینجا من یه داره وانیو جدید اضافه میکنم
خب ببین اینجا خودت میتونی که مشخص بکنی مثلا آهایده delete on termination. ببینی delete on terminationش میتونی yes بذاری یا no بذاری. خب الان روی نوه یعنی که اگر دیلیت بکنی ماشین تو این استوریجش هم باش دیلیت میشه. اگر yes بذاری دیلیت میشه، اگر نو بذاری دیلیت نمیشه. بس این مشخص. تایپش رو اینجا میتونی مشخص بکنی، استپ شات میتونی بگیری، آیوپسش رو میتونی بگی و باقی موارد. پس این نکتهش اینجا اینه. خب آره که خودم اینجا گفته بودم که اینه در حقیقت اینجا باید yes بذاری که دیلیت نشه. خب سوال نداره کسی؟ بفرمایید. ببخشید یکی از مزیت‌هایی که EBS گفتی نسبت به مثلا هارد دیسک داره اینه که آیوپسش رو یا تروپوتش رو میشه راحت عوض کنی. حالا کنجکاوم من بدونم که وقتی اینو مثلا آیوپس رو عوض می‌کنی پشت صحنه تو لول سخت افزاری سویچ انجام میشه، یعنی از یه سخت افزار به یه سخت افزار دیگه منتقل میشه اون محتوای مموری؟ محتوای یعنی چی؟ مثلا دیتای شما؟ بله دیتای شما ثابته، هیچ تغییری توش نمیکنه. نه دیتای شما که اصلا هست، ولی منظورم که روی سخت افزار مثلا آیوپسش رو عوض می‌کنیم از روی یک سرور فیزیکال میره روی سرور فیزیکال دیگه. واقعا پشتش رو نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. اصلا سوال خوبی داری میکنی ولی واقعا نمیدونم پشتش چی میشه. اصلا قاعدتا نه، چون سخت افزاری خیلی هزینه بره. اینا همه نرم افزاری فکر میکنم. حالا اینا خودشون احتمالاً اینجوریه که حدسی که من میذارم خودشون یه بای دیفالت یه دیفالتی دارن، بعد به شما یه سرور میدن، شما اون مینیمم مثلا دیفالت رو انتخاب میکنی. در این حال شما قابلیتی داری که دیفالت رو تغییر بدی، بالا پایین بکنی. خب بنابراین وقتی که شما توی سروری به صورت نرم افزاری دیفالت رو تغییر بدی، تغییری تو خود کل سخت افزار ایجاد نمیشه. میدونی؟ برای همین هم هست که پول از شما میگیرم بابت اون تغییر آیوپسی که مثلا وجود داره. میدونی؟ یعنی اصلا صرف نمیکنه شما هم از لحاظ زمان هم از لحاظ هزینه که بخواد دیتا رو از یه سخت افزاری بردارن ببرن این سخت افزار دیگه. اینجوریه که من حدس می‌ذارم یه کلی به صورت کلی یه دیوایس دارن، حالا یه سد یا یه استوریج دارن، این مثلا بالاترین آیوپس رو مثلا داره. ولی به شما این اجازه رو میدی که از کدوم آیوپس استفاده بکنی. وقتی شما مثلا مینیمم آیوپس استفاده بکنی، بعدش احتمالاً میتونی آیوپس رو ببری بالاتر دیگه. حالا اون سخت افزار کلی اون آیوپس رو داره، در حقیقت دیگه شما نمیخواد تغییرش بدی. متوجه شده چی میگم؟ بله دقیقاً میکسنس میکنه. پس یعنی اینا از لحاظ هزینه نیست، از لحاظ بیزینسیه. اینا آردی دارن از بهترین استفاده میکنن. دقیقاً از لحاظ بیزنسی هست. اینجوری نیست، چون واقعا براشون صرف نمیکنه که بخوای تو مثلا برای هر کدومشون یه سافت‌ور. من حدس می‌زنم اینجوریه، ولی من نمیدونم واقعا پشت صحنه چجوری. شاید هم سخت افزاری باشه که بعید میدونم. خب یه چند دقیقه رو اجازه بدید. خب بریم سراغ قسمت بعدی، اینکریپشن. خب اینکریپشن رو که خب خیلی میدونید دیگه، خیلی لازمه و خیلیاتون در حقیقت اگر که با اینکریپشن اصلا کلا چیه، به چه درد میخوره. مثلا داستان اینه که شما اگر هارد داخل لپتاپتون رو اگر فرض بکنید لپتاپتون یکی بدزده، چیکار میتونه بکنه؟ میتونه لپتاپ هاردش رو در بیاره، هاردش رو بذاره توی لپتاپ دیگه ازش استفاده کنه.
ولی وقتی اینکریپتش میکنید دیگه نمیتونه این کارو بکنه. توی ویندوز اگه آشنا داشته باشید یه آپشنی هست به اسم بیت لاکر. حالا من اینجوری شما نشون بدم. بیت لاکر البته باید ویندوز باشه، ویندوز هم نشون نمیده این آپشن رو نداره. ولی مثلا من الان ببینید بیت لاکر من آنه، معنیش اینه که اگر کسی هارد درایو منو ببره بدزده بخواد هر کاری روش انجام بده اون کلید رو باید حتما داشته باشه. پس این واژه کلا اینکریپت کردنه. حالا تو مک هم هست، توی مک فایل ولت بهش میگن، در افزارهای مختلف هست، اپلیکیشن های مختلف هست. ولی مهم اینه که شما چجوری بتونید که اینکریپت بکنید دیتاتون. توی ABS هم این قابلیت وجود داره، متا شارژ میشید، بابتش پول میگیرید، یعنی پول میگیرن دیگه در حقیقت. حالا مدل‌های مختلفی رو چه مدل‌هایی حالا استفاده میکنه و اینا تو درس‌های بعدی جلوتر بهش میرسیم، درس‌های آینده. ولی یه مدلی که خود AWS داره استفاده میکنه است KMS یا Key Management Service، Key Management System، که هم والیوم ها رو میتونه انکریپت بکنه، هم اسنپ شات ها رو میتونه انکریپت بکنه. و اتفاقی که میفته بعد از این دیگه هر شما دیتایی میذارید توش انکریپت میشه، یا دیتایی میخواد انتقال پیدا بکنه وسط راه انکریپت میشه، جایی خیلی مهمه. اسنپ شات هایی که ازش ایجاد میشه انکریپت میشه و کلا هر چیزی که هست انکریپت میشه. اینو میتونید حالا فعالش بکنید. مشکلی که فقط داره اینه که لیتنسی شما یه مقدار بیاد پایین، مخصوصا برای جایی که از راه دوره، چون هی باید چرا باید شارژر رو ببخشید شارژر رو دست ببخشید شارژر بشید. خب پس اتفاقی میفته اینه که اگر شما دیتابیس دارید اینکریپتش بکنید به ضرر شماست، درسته؟ امنیتتون میره بالا، ولی چون هی باید دیکریپت بکنه اینکریپت بکنه سرعت شما میاد پایین. پس خیلی مهمه که کجا باید اینکریپت بکنید، کجا باید دیکریپت بکنید، بستگی به شما داره. برای دیکریپت کردنش هم اینجا وقتی که شما دارید اضافه میکنید اینجا آپشن داره، میتونید اینکریپتش بکنید. بعد اینجا مدل‌های مختلف داره که چجوری میتونید اینکریپت دیکریپتش بکنید. حالا کاری باش نداریم، ولی حالا من میذارم اینجا اضافه تر شارژ میشید دیگه. اوکی، بذار ببینم که بعد از اینکه ایجادش هم کردی فکر کنم بتونی اینکریپتش بکنی. خب الان با یه ماشین قبلیه این تلفن ساعتش خیلی خوبه. بذار ببینم اینجا اینکریپت شد. اینکریپت نیست، ببینی اینکریپتش میتونم بکنم، اینکریپتش بکنم اینجا.
نمیشه. از همونجا فقط شما میتونی اینکریپتش بکنی، بعدش دیگه نمیتونی اینکریپتش بکنی. حالا اینو باید فکر کنم، مطمئن نیستم، فکر کنم یه جایی میشد اینکریپتش کرد. خب پس این هم در مورد کردن بعد کردن نیست. خب مورد بعدی اینه که ما گفتیم که این به صورت نتورک میمونه، یعنی شما وصلش میکنی به ماشینتون. خب حالا EBS یه مدل دیگه هم داره که وصلی است، با خود در حقیقت سیستم میاد، رو خود سیستمه، مثل هارد درایو داخل خود لپتاپ میمونه. هارد درایو داخل خود لپتاپ الان میتونی در بیاری شما، ولی حالا دردسر داره، مشکل داره. ولی یه سری EBS والیوم رو شما میتونی به صورت دیفالت بذاری رو خود سیستم بمونه، یعنی دیگه وصل نمیشه. یعنی مثل شما داری یه سیستم میخوایی هارد درایوش میشه. اینو بهش میگن اینستنس استور. یعنی که با خود دیگه در حقیقت EC2 شما EC2 رو خاموش بکنی اینم خاموش میشه، روشن بکنی روشن میشه. و این خیلی اینجا دارم به شما بگم. خب بله، مثلا فیزیکالی وصله به سیستم شما. اونایی که ما داشتیم استفاده میکردیم نتورکی وصل بود، اینجا دیگه فیزیکالی وصله. باز حالا ما نمیبینیم، برای مشخص ولی پشت صحنه شما فرض میکنید یه سروری هست فیزیکالی دست به سیستم شما. این میشه اینستنس استور والیوم. این آپشن شما دارید و از این میتونید استفاده بکنید. حالا اینجا داره چی توضیح میده؟ ببین شما آره فکر کنم من یه دارم اینجا اشتباه میگم، ولی خب اینجا نه دیگه درسته، پس این اتچ توی هاست. حالا اینجا در حقیقت شما اینستنس آتون وصله به یه دونه اینستنس زیرو استوریج، اینستنس بیتون به یه دونه اینستنس استوریج با، اینستنس سیتون وصل نیست، باز اینجا اینستنس دیتون وصل نیست، باز اینجا اینستنس دیتون وصله به اینستنس استوریج با. حالا اینو من نگاه بکنم که اصلا میخواست چی بگم یا میخواستم چی رو توضیح بدم. اینو یه ریویو میکنم براتون توضیح میدم جلسه بعدی. حالا چه بنفیت هایی داره اصلا ما از این استفاده بکنیم؟ خب لیتنسیش خیلی کمه. اون قبلی ها یعنی EBS توی نتورک بود، درسته که خیلی سریعه، درسته که خیلی اکسس داری، ولی چون توی نتورک بود به مشابه این بود که مثلا شما یه اکسترنال هارد درایو دارید، حالا اکسترنال هارد درایو رو بیاد وصل میکنه به سیستمتون، ولی اینجا به خود ماشینتون وصله، داخل خود ماشینتون.
بنابراین سرعتش خیلی بیشتره، مسلمه دیگه. و هزینه اضافه هم بابتش نمیدید، یعنی اونجا شما بابتش هزینه اضافه میدادید، اینجا هزینه اضافه نمیدید. رو خود ماشینه. البته همه EC2 ها این آپشن رو ندارن. همه EC2 ها وقتی میخواید درست بکنید بعضیاشون این آپشن رو دارن. اونایی که خیلی بزرگن و خیلی گرونن و خیلی چیزه، تو بعضی از مدلاشون این آپشن رو دارن، بعضیاشون این آپشن رو ندارن، پس همیشه نمیتونی ازش استفاده بکنید. حالا مشکلاتش چیه؟ اینه که اگر اینستنس شما بپره، اینستنس شما EC2 شما خراب بشه، الان این لپتاپ من خراب بشه مثلا از بین بره، احتمال این که دیتا و استور من از بین بره هست، چون دیگه مشخصا هارد منه و مشکل داخلیه، سقف افزاریه. اویلیبیلیتیش هم خب مشخصه دیگه، یعنی لیمیتد اویلیبیلیتی داره. ریسایزش هم نمیتونی بکنی. اگر به شما گفتن که این مثلا یه سروری هست 500 گیگه دیگه نمیتونی اضافهش بکنی. پس این مهمه که قابلیت ریسایز کردن نداره. خب حالا وقتی که شما، این نکته مهمه، وقتی که شما این اینستنستون رو ریبوت میکنید دیتاتون میمونه توش، ولی تو اون حالت یادتونه تو اون حالت باید یه تیکو میزدید. اگه اون تیکو نمیزدید یا استاپش میکردید، میدونی اگر ریبوت بکنید دیتاتون هست، اینستنستون رو استاپ بکنید دیتاتون از بین میره، ترمینیت بکنید دیتاتون از بین میره، تایپش هم عوض بشه باز دیتا از بین میره. پس تنها حالتی که وجود داره اینه که شما وقتی که ماشینتون رو ریبوت میکنید دیتا شما هست، ولی وقتی که استاپ میکنید ماشینتون رو، وقتی که ترمینیت میکنید و وقتی که نوع دیتاتون رو چنج میکنید دیتاتون پرسیستیست از بین خواهد رفت. خب یعنی مثلا ما اینجا که این رو نوعش رو عوض کردیم، اگه دیتا داشتیم دیتای ما از بین میرفت چون نوعش رو عوض کردیم. خیلی مهمه. خب حالا اینجا ببینیم که چجوریه. ببین نوع ماشینی که شما دارید و الان ببین مثلا این اینستنس استور والیومی که داره، مثلا این M5AD اینستنس استور والیوم رو داره، ببینید نوعش NVMe، آپسش هم اینقدره و for supported instance type along with the target of the performance. بله اینا مثلا مدلاییه که این اینستنس رو خودش داره، یعنی EBS رو نذاری خودش داره البته قیمتاش خیلی گیره مثلا خیلی گیره. بذار ببینم اینجا نداریم دیگه، اینجا وجود نداره. خب چیه نداشتی؟ جمله آخر رو نداشتی؟ جمله آخرتون رو نداشتیم به خاطر اینترابت اینترنت. اوکی. من یه بار دیگه میگم که این اگر که شما این مدلایی که اینجا هست خودش داخلش
اون هارد رو داره. دیگه شما نیاز نیست EBS بگیرید، ولی میتونید EBS بگیرید، جدا شارژ میشید. اما این مدل‌های گرونیه و باید دقت بکنید که شارژ زیادی نشید. درسته که حالا پول بابت EBS نمیدید، ولی اینقدر گرون هست که خیلی جیب مبارکتون مشکل پیدا بکنه. خب این از این. خب تا S3 ببینم کسی سوال نداره. با یک یه چند دقیقه بعد یه گلوی تازه بکنم. خیلی خوب، برگردیم به اینجا و S3. خب خیلی سرویس خیلی مهمیه. حالا تمام این چیزایی که ما گفتیم، تمام این کانسپت ها که ما گفتیم هارد درایو داریم، به عنوان هارد درایو ازش استفاده میکنیم. شما فرض بکنید که یه فضایی دارید روی کلاود که میتونید ازش استفاده بکنید، فایلاتون رو بریزید توش، ذخیره بکنید و خیلی قابلیت های دیگه که میشه S3. در حقیقت Simple Storage Service. 3 تا S میشه S3 اینجا کلا استفاده میشه. و اینجوری نگاه بکنید، شما الان دیگه خیلی از فایلاتون ممکنه توی گوگل درایوتون باشه، روی وان درایوتون باشه، نمیدونم یه سری سرویس های دیگه اسمش یادم نیست، ولی فضایی که شما میتونید تمام دیتا و اطلاعاتتون رو داخلش بذارید. البته اینجا باز جای بحث داره، دیتایی که بلاک داده هست رو نمیتونید توش بذارید، میشه آبجکت استوریج. ولی مثلا شما هیچ وقت نمیتونید روی هارد درایوتون سیستم عامل بیارید بالا، اینو دیگه مشخصا میدونید دیگه. حالا اینجا داره توضیح میده که بهتر اپروچی که شما اینجا دارید، من اینو باید درستش بکنم، اینجا رو باید درست میکردم که این خودش باعث میشه که یه مقدارم باید درست بکنیم. خب بازم هست. خب حالا کامیتش بکنیم. خب حالا این اضافه اشکال نداره. خب بهتر اپروچش اینه که همونجور گفتم که برای اینکه هم اویلیبل باشه، هم همیشه در دسترس باشه، نگران نباشم که حالا هارد درایو مشکل پیدا میکنه، مسئله پیدا میکنه، اینا رو ببرم بذارم روی سرویس کلاود. در حقیقت کلاود استوریجه، یعنی یه استوریجیه که روی کلاوده و بکاپ خودش میگیره، همه آپشن‌ها رو خودش میگیره. و اینجا همونجوری گفتم کلاود استوریج های مختلفی هست، مدیا فایر هست، مایکروسافت وان درایو، آمازون S3، گوگل چیه؟ گوگل درایو، همه مثل هم کار میکنه. خب توی اینجا یه سری آپشن های بسیار بسیار خوبی رو میده که تک تک این آپشن ها رو ما با هم دیگه بررسی میکنیم، ولی حالا یه معرفی اجمالی در موردش داریم. همونجوری که گفتم آبجکت استوریج. خب و
برای این هست که شما دیتاهاتون رو توش بذارید، بعد دیتا رو از توش بیارید بیرون، بذارید بیارید بیرون. خب از هر کجا فرقی هم نمی‌کنه. دورابیلیتیش بسیار بالاست، بسیار بالاست. یعنی فکر می‌کنم مثلا در حد 1 دقیقه در سال اینجوری احتمال داره که شما فایل از بین بره. البته بین ایناست. حالا با هم دیگه ببینیم. اویلیبیلیتیش که خیلی بالاست، دورابیلیتیش هم خیلی بالاست. خب و فیچرهایی که حالا داره، ورژنینگ داره، شما میتونید مثل گیت هاب ازش استفاده بکنید. اینکریپشن داره، لاگ داره، ترانسفر اکسلریشن داره، بین ریجن ها میتونید ازش استفاده بکنید. ایونتس داره، ریکوستر پیر داره که حالا اینو توضیح میدم. وب هاست میتونید روش بذارید، یعنی اگر خواستید یه دونه سایت درست بکنید، یکی از مشکلاتی هست اینه که شما یه پولی که بابت وبسایت میدید، یکیش هاسته که جایی هست که فایلاتون رو میذارید و پول دومین میدید. شما میتونید از استری به عنوان هاست استفاده بکنید، پول هاست ندید. البته این کارو نکنید، ولی خب حالا میشه این کارو کرد دیگه. حالا تگ میتونید بکنید و خیلی آپشن‌های دیگه. یعنی واقعا استری فوق العاده آپشن‌های خوبی داره. تک تک اینا حالا اگه خواستید اضافه بکنید که بهش میرسید، باید که بابتش پول بدید، ولی تک تک اینا رو با هم دیگه بررسی می‌کنید دیگه. تا شما وقتی که حالا تو استری هستید، 2 تا مفهوم داره. مفهوم اولش باکته، یعنی شما باکت درست میکنید مثل سطل. داخل اون سطل حالا خودمونیش میشه هر آتشخالی که میخواید میریزید توش، مثل آبجکت میشه. آبجکتاتون رو میریزید داخل اون باکت. پس باید یه باکت درست بکنید، آبجکتاتون رو بریزید توش. خب و کل حالا این باکتی که شما درست میکنید باید تو کل سیستم AWS یونیک باشه. این خیلی نکته مهمیه، چون مثل اینه که دارید مثلا تو اینترنت باش ارتباط بگیرید و از طریق اینترنت میرید، دامینش باید یکسان باشه. بنابراین هر باکتی که شما درست میکنید توی استری باید یکسان باشه. من اگه با یه اسم درست بکنم، شما دیگه با اون اسم نمیتونید درست بکنید، حالا هر کجا باشید فرقی هم نمیکنه. حالا میریم با هم دیگه اینو میبینیم، با هم دیگه درست میکنیم، یه باکت درست میکنیم و درسمون هم باشه تا آخر امروز که بعد جلسه بعد بخش بعد توضیح میدم. خب سوالی تا اینجا نداشتید بچه‌ها؟ من این سوال در مورد کانسپت باکت داشتم، الان دارم مقایسهش میکنم با آره بگو. خب اصلا دراپ باکس بدون باکت کار پیش میره. باکت اصلا چه لزومی داره باشه؟ من باکت متوجه نشدم. آره در حقیقت یه جوری مثلا فرض بکن که مثل فولدره مثلا شما مثلا این کانسپتش چجوریه؟ چون شما باید اساسی داشته باشی از خارج. خب از خارج مثلا بذار خوب شد گفت پرسیدیم تا اینو برات بگم. که اینجور شد بذار یه لحظه ببینم که همیشه احتمالاً این میتونه باشه. اگر باز بشه خب اینجا میتونم
ببین کانسپت اینجوریه که من باید به فایل هایم توی خارج دسترسی داشته باشم. خب یعنی مثلا خب توی وان درایو یا توی گوگل درایو شما چجوری دسترسی دارید؟ دسترسی چجوری؟ شما میرید وارد گوگل درایو میشید، وان درایو میشید، فایلات اونجا هست ببینید، درسته؟ یعنی مثلا من اینجا موبایل درایو داشته باشم، یه فایل هست، شما وارد اونجا میشید، از داخل اونجا فایلات رو میبینید. خب اینجا یه داستانش فرق میکنه. خب به خاطر اینکه من باید از داخل اینترنت فایلی که دارم از طریق اینترنت بتونم دسترسی داشته باشم. مثلا من اینجا میذارم www مثلا picture1.com. خب حالا مثال میذارم، اگه بخوام دسترسی به این داشته باشم، این پیکچر من باید توی یه جایی باشه، درسته؟ یه جایی باشه که آدرس داشته باشه. اون آدرسی که خواهد داشته باشه یه دومینی داشته باشه. در اینجوری بهت بگم یه دومینی باشه که فایل من زیر شاخه اون دومین باشه. این دومین میشه اون باکته. برای همین هم گفتم که اسم باکت باید یکسان باشه تو کل AWS. متوجه شدی؟ یعنی معنیش اینه که به شما یک دومین میده، شما داخل اون دومینت هر چیزی رو میتونی بریزی. اون دومینه زمان خودمونی بگیم میشه اسم اون باکته. متوجه شدی؟ در حالی که مثلا شما گوگل درایو داری، شما اکانت درایو میشی، همه چیز داخل هست. خب ولی اینجا باکته، دومینه، یعنی شما میتونی اسمای مختلف بذاری، فایل های مختلف بذاری، فایلات میشه زیر شاخه اون دومین. الان متوجه شدی یا بله خیلی بهتر شد، خیلی بهتر متوجه شدم. آره خیلی شبیه URL هایی هست که تو دراپ باکس مثلا شیر میکنیم با هم دیگه، اون URL ها اینجا باکت اسمش گذاشته. آفرین دقیقاً. آره دقیقاً مثلا مفهومش دقیقاً همونه. منتها اینجا چون توی کل AWS هست، یعنی کل سیستم AWS هست و بعداً خود مشکلی شما پیدا می‌کنید به خاطر اینکه بعد با سرویس‌های مختلف شما فقط اسمش فقط بیرون استفاده می‌کنید. داخل کل AWS هزاران سرویس هست که می‌خواد یه ارتباط بگیری، می‌خواد با هم دیگه وصلش بکنی. یه سرور میخواد بهش وصل بشه، یه دیتابیس میخواد بهش وصل بشه. برای همین اینجا از این کانسپت استفاده میکنه. درسته، خیلی سوال خوبی بود. اوکی. خب برای اینجا ما اومدیم توی S3 خب و مثلا تو چیز دارم فکر کنم این همونی که برای انکریپشن بود. برای انکریپشن بود. وقتی شما انکریپت کنید گفتم اسنپ شات میگیرید، اسنپ شاتتون رو بیاد یه باکت درست میکنید، میریزید داخل باکت. الان مثلا یک مثالش همینه. شما اگه بخواید دسترسی داشته باشید اسنپ شات، خب اگه اسنپ شات باشه که نه هیچ مثلا یا اونی که دوباره دسترسی داشته باشی به اون مثلا اسنپ شات. خب حالا من بیام توی AWS S3 من اینجا یه داره باکت درست میکنم
و این دایرکتوری رو جدید آورده که حالا کاری ندارم فعلا. بله که شما این گلوبال AWS بذاری توی کل AWS یه دونه میتونی بذاری فقط داخل اکانت خودت، یعنی داخل اکانت خودت بشه. حالا معمولا یه اسم براش انتخاب میکنم، میگم که مثلا اگر میگم که تست 1 2 3 قبول نمیکنه چون قبلا که اینو انتخاب کرد 100% انتخاب کرده. حالا دیگه بذارم حالا اینجا مثلا ببینید میگه که اکانت اگزیست، این دومین آلردی اگزیست. حالا یه چیز بگذارم که مثلا بگم AWS class 2026 architect associate مثلا. بعد حتی آپراتیو هم باید باشه، آپراتیو بود مشکل نداره. بعد اینا رو بهش بعد میرسیم. میتونی که مثلا در حقیقت فرمتش چجوری باشه ولی آخرش یه اکسس داره که شما میگی که آقا من از اصلا چجوری بهش اکسس داشته باشم که اینا رو بهش میگه ACL. خب من اگه الان ACL از خارج بهش دسترسی ندارم، یعنی میتونم فایل ها رو توش بریزم، میتونم از طریق وب وصل بشم فایل ها رو بردارم، ولی لینکی و به صورت URL نمیتونم برم. حالا شما ممکنه چرا این کارو میکنن؟ خب دلایل خاصی داره، حالا توضیح میدیم براش. من اینو فعلا میذارم دیسیبل بمونه. بعد اینجا ببینید که به صورت پیشفرض میگه که block all public access، یعنی خارج از محیط AWS اگه کسی خواستش دسترسی پیدا بکنه دسترسی نداری. حالا ما هم دیگه ببینیم. ورژنینگ گفتم ورژنینگ چجوریه، فعلا دیسیبلش میذارم. تگز هم میذارم. حالا created AWS class اینکه فعلا میذارم داخل خود سرور سایت باشه که دیفالتشه، در موردش توضیح میدم. برای باکت کی میتونی بذاری که اینم فعلا میذارم بعد باشه. لاک میتونی بکنی آبجکتاتو که دیلیت بکنی دیلیت نکنی، بعدا توضیح میدیم اینو، یا همه رو بعدا هم میتونی تنظیم بکنی. خب برای کریت باکت میذارم. اوکی. خب الان من اگه اینجا یه دونه باکت دارم این که این توی USD ایستوانه. بذار بگیرم پاکت شدم در شارژ میشم. پاک شد. باید پاک کنم فایل توش فایل باشه. حالا پاک شد چون که نشد. اول باید که پاکت رو آتیش بکنم بعد پاکتش بکنم. میگه که permanently delete تا اینجا فایل تایپ کن.
بعد میتونم دیلیت بکنم راکت. حالا این دیلیتش هم یاد گرفتیم. میگه که اسمش بذاره اینجا. اسمش اینجا بذارم اگر یاری کنه. خب الان میام توی یک، حالا بعدا پاک میکنم. ببینید الان من توی یو اس ایست 2 هم، این توی یو اس ایست 1 یعنی باکت من جاش مختلفه. خب میام اینجا، من هیچ فایلی توش ندارم. یا فایل توش آپلود کنم. اوکی، خیلی راحت میشه فایل آپلود کرد دیگه. فایل اضافه بکنم، فایل اضافه بکنم و یه فایل اضافه میکنم اگر یاری کنه. مثلا حالا اینجا میتونم پرمیشن بهش بدم، پراپرتیز بهش بدم. اینا رو بعدا همه رو بخونیم، کاری با نداریم. آپلود. حل. خب حالا یه استری دارم، یه فایل میشه داخل اینجا این فایل میتونم نگاه بکنم. ببین داخل اینجا میتونم این یه آبجکت یو آر ال داره. ببینی الان اگه این آبجکت یو آر ال بذارم بهش دسترسی دارم. دلیلش اینه که بعد اون ACLش رو غیر فعال کردم، یعنی از بیرون بهش دسترسی ندارم و نمیتونم ببینمش، فقط اینجا هست. دانلودش میتونم بکنم، از داخل اینجا اوپنش میتونم بکنم، از داخل اینجا. ببین این داخل خود AWS، این داخل خود AWS. ولی اگه اینکشو برداشتم که مثلا شما مثلا این اکسان رو ببینید نمیتونید. جلسات بعدی اون ACL رو اکتیو میکنم. شما هر کدومتون میتونید به فایل من دسترسی داشته باشید، فایل من رو ببینید. دقیقاً مثل حالت شعری که شما گفتید. دقیقاً. خب بحث باشه تا سر همین جا. تا سر همین جا بعد از این بعد میتونم استری بیشتر توضیح میدیم. خب کسی سوال داره؟ خسته‌اش بسیار هم عالی. من یه سوال آخر اگه ممکنه بپرسم و اون استری اصلا برای انترپرایز و دیولپرها ساخته شده
یا نه برای کانسیومرها هم به حد کافی یوزر فرندلی هست؟ پس من یک کمپانی کوچیک دارم میخوام با ایمپلویام شیر کنم، این گود آیدیاست که از استری استفاده کنم؟ بستگی داره، بستگی به قیمتش داره و بستگی حجم دیتایی داره که شما داری مثلا استفاده میکنی. خب مثلا 5 دیتا داری، من میگم 10 مثلا 5 ترابایت داری شاید مثلا، ولی من باشم استفاده نمی کنم. این سولوشن خوبی نیست، سولوشن های بهتری هست مثلا، یعنی بیشتر حالا جلوتر که رو میگم گفتم این فقط مصرف چیز نداره، مصرف پرسونالی یا مصرف این که شما بخواید ازش استفاده داخلی به عنوان استوریج نداره. شما بعدا میری جلو دیتابیس داری، دیتابیست فایلاشو باید بریزه، کجا باید بریزه؟ 1000 تا سرویس دیگه سرویس دیگه شما بخونن کجا؟ از استری. خب نمیدونم بخوای اسنپ شات بگیری از سرورات، اگه سرویس زیاد توی AWS داری آره میصرف، ولی اگه صرفا بخوای مثلا بیای از استری به عنوان یه چیز شخصی، یا مثلا سرویس های مثلا گوگل و اینجور استفاده هم ارزان‌تره هم راحت‌تره. تنها آپشن اینجا توی یک هم روش ما رو بدی اینه که نامحدوده، یعنی هر چقدر که دلت بخواد توش میتونی بریزی، مثلا یک لیمیت نداره. حالا شما اگه دیتات خیلی خیلی زیاد میشه، البته یه سری باز آپشن‌های دیگه داره، حالا البته نمیخوام برات باز بکنم، ولی فرض بکن که یه سری کمپانی‌ها هستن، یه سری دیتا دارن، اینا دیتاشون رو باید یه گپ دارن. خب کمپانیایی که مثلا کال سنترن، زنگ میزنی باشون صحبت میکنی، این وایس ها رو موظفن تا 5 سال نگه دارن، تا 10 سال نگه دارن. بعضیشون کجا باید نگه دارن؟ جایی نمیتونن نگه دارن که مگه اینکه خب اینا میذارن تو استری. بعد استری آپشنی داره میگه که شما یه سری مثلا فرض بکن که حالا من این کال داشتم، ممکنه تا 10 سال دیگه اصلا یه بارم این کالو نخوام ببینمش یا نخوام ازش استفاده بکنم، جلسات بعدی بهش میرسیم. استری آپشن داره میگه که آقا من این کال تو رو میگیرم میذارم تو اون آپشنی که 10 سال دیگه قراره یکی ببینه، اگه تو 10 سال دیگه مثلا دیدی که دیدی، اگرم ندیدی که ندیدی، ولی قیمتش مثلا یهو میبینی خیلی میاد پایین. اگه فرض کنید مثلا بابت حالا مثال میزنم $5 میگیره که تو اینو مثلا آپلود بکنی، بابت اون مثلا 1 سنت میگیره، 10 سنت میگیره، مثال دارم میزنم. یعنی یه آپشن به تو میده که آقا من این دیتا ها رو اونجا نگه دارم برای یه مدت طولانی که هر موقع بخوام داشته باشم ازش استفاده بکنم. باز میگم سولوشن پرسونالی که بخوای استفاده بکنی جذابه، ولی پرسونالی خیلی درد نمیخوره، مگر اینکه یکی از اون آپشن‌ها رو داشته باشی. حالا جلسات بعد برات توضیح میدم که چیه چجوری. مرسی، خیلی این فیچری که گفتین خیلی جالب بود، ولی اگه ریتریوش کنیم قیمتش میره بالا، درسته؟ اگه اون اطلاعاتی گذاشتیم نه ریتریو داره میگه که بستگی بازم به این داره. مثلا میگه که اگه میخوای سریع ریتریوش کنی، مثلا 5 دقیقه‌ای میخوای ریتریوش کنی، قیمتش یکم میره بالاتر. ولی اگه برات مهم نیست مثلا ریتریوش مثلا 2 روز دیگه میخوای ریتریوش بکنی، قیمتش اصلا میاد پایین‌تر. مثلا میگه آقا من این دیتا رو 10 سال برای تو نگه می‌دارم، اصلا برای من مهم نیست که ریتریوش مثلا سریع باشه یا ریتریوش مثلا 2 ساعت دیگه باشه، 3 ساعت دیگه باشه، اون قیمتش خیلی میره پایین، خیلی میره پایین، اصلا یه چیزی وحشتناک. بعد شما فرض کنید که مثلا کلی دیتا داشته باشی، با چه قیمت ارزونی اینا رو میتونی یه جایی نگه داری، خیلی ارزون میشه دیگه، خیلی ارزون میشه. و اصلا دیگه این که
دیتایتون لاست بشه از بین بره. نگران هیچ کدوم از این آپشن ها نیستیم. دیتا تو جا هست. جلسات بعدی بهش میرسیم توضیح میدم در مورد ارمستری که مثلا چه جوریه. ممنون. آپشن های خوبی داره. خیلی خوب. پس اینا در مورد استری جلسه ششم ویدیو. امیدوارم که صداش خوب باشه. من بازم خیلی عذرخواهی میکنم بابت صدای من که امروز یکم گرفته و گریپ دارم به قول این فرانسوی‌ها و امیدوارم که کیفیت صدای این هفته خوب بوده باشه. اگر سوالی چیزی داشتید توی گروه دیسکورد بنویسید و حالا با هم در ارتباط هستیم. مرسی از بابت همه چیز دوستان. خیلی ممنون. شبتون بخیر. خداحافظ. ممنون هومن جان. مرسی. خیلی ممنون. خداحافظ.